درود بینندگان عزیز، اخیراً نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می شود یک مرد یک نورس را لت و کوب کرده و حتی با الکتروشوکر اذیت می دهد. پخش این نوار خشم بسیاری ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و کاربران طلب کردند که این مرد به جوابگری کشیده شود. در گذشته همچنین نوارها پخش شده بود که در آنها کلانسالان نورسان را اذیت می‌دهند. لت و کوب آیا یک راه تربیه است و این کار به روان کودکان چه ضربه می‌زند؟ برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند امید حمیدوف، استاد روانشناسی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان. استاد خوش آمدید. به صحبت نخست می‌خواستم درباره این بپرسم که سبب در چیست که کلانسالان نسبت نورسان و یا کودکان چنین عمل‌های خشونت آمیز را روا می‌بینند؟ من مشاهده کردم در این مسئله بسیار حتی پژوهش هم انجام دادم و معلوم است که البته از همه گونه عمل‌ها، همه گونه ظهورات سبب‌های خودش دارد و معلوم است که یعنی این گونه عمل را نسبت کودکان روا دیدن نظر به منطقه‌های شهر عموما شهرنشین، اهالی شهرنشین در دهات بیشتر واقع ممکن است. البته در شهرها هم این چیز دیده میشود، اما به فکر من نسبتا کمتر. تا جایی میدونم سبب برای این گونه عمل راه دادن و دست دادن کلان تو یا تربیت کردن به قول پدر و مادر به قول بیشتر این است که آنها یعنی اکثر این نسل کلان تو یعنی معلومات ضروری یا خود فهمیش ضروری دانش‌های پداگوژی و پسیکولوژی ندارند و از همین لحاظ چون مثلا زمان پیش مثال بیشتر ظلم سیستم بیشتر همین با جزای جسمانی یعنی حکم فرما نسبت مثلا مظلوم روا میدید، همین مفکوره در ذهن اونها نشستگی است. همزمان اونها خودشون تربیت دیده همین گونه نظام تربیت هستند در آوان خردسالی خود و همین چون خود که مثلا تربیت دیده همین گونه نظام تربیت در آوان خردسالی هستند، ما همون قالب‌های برداشته خود را که در سیمای پدر مادر خود می‌دیدند من احساس کرده بودم، همونها را نیز همین قالب عمل نموده به هنگام تربیت فرزند خود یا اینکه دست پرورد خود همین چیز روا می‌بینند. آیا زدن و یا لت و کوب راه تربیه است؟ در زمان امروزه البته که دانش‌های علمی مخصوصاً به شرافت رشد دستاوردهای علمی پداگوژی، پسیکولوژی و همین جمله ساحه‌های همین فن ساحه‌ها البته گفتم ممکن این بود اثبات کردن، این بود معین کردن عالمان پژوهشگران که وسیله اساسی تربیت این سخن است. باید سخن باشد. چرا؟ برای آنکه طبق فهمش پسیکولوژی سخن همیشه نیروی اثر بخشی یا خود تاثیررسانی دارد. سخن همیشه دارد و مادامی که سخن نیروی اثر بخشی یا خود تاثیر بخشی داشته باشد، پس البته خوب است که ما همچون وسیله اساسی تربیت سخن رو مورد استفاده قرار دهیم. برای همین خوب میشد که الان پدر و مادر مخصوصا مثلا خب اون که مثلا مسئله تربیت رو به دست دارن، الان دانش‌های خود رو در سمت من برخورداری از پسیکولوژی از پداگوژ بسیار پراخ نمایند. وقتی نسبت کودکان چنین عمل‌ها رو روا می‌بینند، این کار بر روان آنها چه تاثیر می‌رساند؟ ضرب و لت کردن نسبت کودک، چون جسم کودک مثلا ضعیف است و عاجز است و ناتوان است، مثلا گفتم ممکن وقتی مثلا کلانسال و ضرب و لت میکنن و من تهدید میکنن به یگان عملی مثلا من بعدی و مثلا میکنن کودک یک البته و ارگانیسم و سیستم عصب است و هم جان دارد و مثلا من درد میکند بدن و جسم درد میکند مثلا و باید چوره اندیشه و باید اون تدبیر اندیشه که از من بعد از همین لت و کوب یافتن خلاص یابد مثلا خط بود. بعد یکی از راه‌های خلاص یافتن از همین یعنی جزاگیری من بعد کودک و میجوید یعنی دروغ گفتن
مثلا 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 اون پیوله میافتم میشکم مثلا شکست نخوشید مثلا شکست میدونم که اگر مثلا خود همه پدر نمونده فهمستن و مثلا بودم مثلا بودم زدم مثلا و مزمن شد که دروغ گوید مثلا ممکن هم پیوله مثلا همون شکست پره میگم نه پس من ندیدم من مثلا نکردم ممکن دو تا چم کرد مثلا انا گربه کرد انا مثلا شک کرد مثلا گوید ممکن میگه مثلا وقتی دید که دروغ میگوید دید که از جزا رها یافت با خودم میاد که انا راه خلاصی این دروغ گفتن بوده است مثال و همین میبینید که دوم بار هم دروغ میگوید سوم بار هم دروغ میگوید وقتی دروغ گفت دوباره سه بار دروغ گفت البته این با عادت تبدیل می‌یابد به نام خصلت در پیدا می‌شود دروغ گفتن پیدا می‌شود وقتی دروغگویی چی دروغگویی البته باعث با دزدی هم می‌برد یعنی یک عمل می‌کنی دروغ میگی پنهان می‌کنی تمام دیگه نکردم میگی تمام بسیار خیر می‌بینید کلا می‌بینید که در زمینه دروغ گفتن در واقع عادت دزدی هم پیدا می‌شود گفتم ممکن سبب است اگر جویا شود سبب است همون در آوان خودتالی و تو کوب همون روابط تهدید روابط شکنجه روابط نمیدونم اگریسیون دیگه همه آدمی میشه پیامد دیگری همین تحقیق کنی ها در آوان خودتالی بتواند این باعث به اون شود که مثلا در دختر بچه‌ها بیشتر میشود نشون مثلا باعث اون شود که یعنی در کودک همون درجه خودبهادی خیلی کاسته میگردد یعنی خودباوری خیلی پست می شود در نتیجه پست شدن خودباوری که من انسان کودک مثلا گفتم ممکن در نتیجه در وای پارالل نه یعنی استرومنوکی بلند می شود درجه استرومنوکی شخصی بلند می شود یعنی استرومنوکی چی است استرومنوکی البته با ترس و وهمه گرفتار شدن یعنی دویم در تعلقه بودن دویم وای زیر فشار وزنی روانی قرار میگیرند دویم قرار دارند این حالت البته باعث چی میشه باعث اون میشه که وای البته یعنی در واقع مثلا که یعنی پشتوی ایمونیته دیده شود حتی خوابهایش ورا می شود خوابهای دهشت میبیند بعضا در خواب مثلا خواب راحت نمیره مثلا گفتم که این چه با آدم رو برو می شود همه این ضرر داره مثلا و شما به این سوال من البته در آغاز قسمت پاسخ دادید میخواستم خیلی کوتاه بپرسم که راه حل چیست راه حل البته راه حل وجود دارد راه حل وجود دارد زمان امروز مخصوصا راه حل زیاد مهیا شده است یک از راه حل این البته فرهنگ پسیخولوژی پداگوژی مردم بالا بردن یعنی مردم بگذار دانشگاه پسیخولوژی پداگوژی خود یعنی ساقل یافته داده شده باشد مثلا بگذار همین دانشگاه پداگوژی پسیخولوژی در بین مردم ترغیب کردن نکن تا که فرهنگ مردم در این جوده بالانس شود مثلا تا که مردم داند که واقعا پیامدی من همین خوب تربیت نادرست چی خواهد بود مثلا گفتم ممکن ندادم مردم مثلا خب و نهایت راه دیگر البته این است که پدر مادر که اگر در تربیت فرزند دشواری احساس کردن انسان خب نه راه درست نیافته استادن مثلا دیگر مثلا در زمان امروز خوشبختانه با دستگیری حکومت مملکت من با دستگیری با تشکیلات دیگه مثلا گفتم ممکن البته در نزد هر یک مؤسسه تحصیل عمومی مثلا در مؤسسه تعلیمی خصوصی و تیپی نو مثلا گفتم ممکن در این البته روانشناسان وارد کاری هست فعالیت میکنن مثلا حتی روانشناسان مثلا در مرکزهای دارن مثلا خدمات روانشناسی وجود دارد مثلا بعد روانشناسان رفتن ممکن از اون یعنی مطلب پرسیدن ممکن از اون با اون مشورت کردن ممکن مثلا حتی اگر با روانشناس هم در مثلا میتونه که بعد یگان مثلا پداگوژی واقعا یعنی آموزگاری صاحب تجربه نمیدونم اگر مثلا فرزند مثلا سنی همون مکتب خانه ابتدایی باشد بگذار با نزد همون آموزگاری صف ابتدایی یگان سال خورده یگان تجربه دار مثلا رفتن ممکن از اون مثلا مطلب گرفتن ممکن مثلا یا اینکه مثلا نمیدونم بودم با من طریق بودم روی آسان مثلا انا وای است مثلا طریق ابونه شدن به هر گونه مثلا کانال ها یا شبکه هایی که در یوتیوب هستند مثلا که همین دانشگاه پداگوژی پسیخولوژی برای پدر مادر ترغیب میکنن مثلا اون بیشتر و راهنمایی میکنن اون نشون میدن همین گوش کردن نکن شنیدن نکن تماشا کردن نکن بینندگان عزیز یادآور میشوم که همصحبت ما بودن امید حامدوف استاد روانشناسی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان تشکر که تا آخر ما را همراه کردید.